سلام دوستان، به روح شطرنج خوش اومدین. در این ویدیو یه سفر داریم به سال 1914 مسکو. چند هفته قبل از اینکه بخواد مسابقه بزرگ سن پترزبورگ شکل بگیره، در یک بازی نمایشی برای اولین بار الکساندر آلخین در برابر امانوئل لاسکر قرار میگیره. بریم سراغ بازی و ببینیم که بازی از چه قراره. این بازی یک مسابقه رسمی نبوده، یک بازی نمایشی بوده که آلخین با رنگ مهره سفید شروع میکنه E4 و لاسکر جواب میده E5، اسب F3، اسب C6 و D4. آغاز حمله اسکاتلندی. پیاده در D4، اسب در D4. اینجا عموما دو تا شاخه اسب F6 و فیل C5 وجود داره. یه شاخه وزیر F6 هم هست، ولی خب عموما دو شاخه اسب F6 و فیل C5 وجود داره که لاسکر با حرکت اسب F6 ادامه میده و بعد از اسب C3 بازی با یک مقدار پس و پیش وارد واریانت 4 اسب میشه. فیل B4 آچمز میکنه اسب C3 رو و تهدیدش زدن پیاده E4. سفید جواب میده اسب در C6 و ب در C6. اینجا آلخین با حرکت فیل D3 ادامه میده، اما خیلی گذرا اینو بهتون بگم که در آینده حرکت پیاده E5 هم مورد بررسی قرار گرفت و هر دوش معقوله، هم پیاده E5 حرکت خوبی، هم حرکت فیل D3 که فیل D3 بازی میشه. پیاده D5 دوباره به پیاده E4 فشار میاره، پیاده در D5، پیاده در D5، قلعه. بازی ادامه پیدا میکنه با فیل J5. مسلما اینجا اگر نوبت حرکت سفید باشه خیلی واضح میخواد با فیل بزنه اسب F6 و اگر شما با وزیر بزنید که اسب در D5 میکنه، یک پیاده سالم میگیره و اگر بدتر بخواید با J بزنید F6 و بگید که جناح شاه همو خراب میکنم ولی بذار وزیرم حفظ کنه این پیاده D5 باز هم اسب در D5 میزنه سفید و ادامهش رو فکر کنید که اصلا اسب در D5 چرا باید بزنه. به هر حال تهدید گرفتن پیاده D5. پس سیاه با فیل E6 ادامه میده و آلخین حرکت وزیر F3 رو انجام میده و دوباره به اسب F6 فشار میاره. لاسکر با فیل E7 ادامه میده و حرکت رخ E1 انجام میشه. در این لحظه امانوئل لاسکر حرکت پیاده H6 رو انجام میده و الکساندر آلخین جوان حرکت جالبی رو انتخاب میکنه. میتونید این لحظه ویدیو رو نگه دارید و به حرکت سفید فکر کنید. ببینید میتونید لاین تساوی اجباری رو برای سفید پیدا کنید. سفید شروع و مساوی میکنه. حرکت زیبای فیل در H6. پیاده در H6 اجباری و قربانی دوم رخ در E6. سفید کاملا قصد داره که جناح شاه سیاه رو از پیاده ها خالی کنه و بعد از F ضرب در E6 حرکت وزیر J3 کیش رو انجام میده. طبیعتا باید شاه H8 بیاد، چرا که اگه بخواد شاهو بیاد F7 با وزیر J6 کیش مات میشه. حرکتی مثل اسب J4 هم که نیاز به بررسی نداره. پس شاه H8 اجباری و حرکت وزیر J6 و حالا این پیاده H6 که بی دفاع میمونه و سیاه نمیتونه ازش دفاع کنه. اما اینجا امانوئل لاسکر پیشنهاد تساوی میده و الکساندر آلخین قبول میکنه، چرا که بازی قطعا اینجوری ادامه پیدا میکنه که وزیر E8 میاد و هدف سیاه اینه که این وزیر E8 رو بیاره F7 و بیاره J7 و یه پوششی برای این شاهش ایجاد کنه و اگه بتونه این طرح رو اجرا کنه یک رخ کامل جلوه و سیاه برنده است. و اما سفید هم اجازه به سیاه نمیده. وزیر در H6 میکنه کیش، شاه J8 اجباری، وزیر J5 کیش، دوباره شاه H8 اجباری، چرا که شاه F7 دوباره همون وزیر J6 داره، شاه H8 اجباری، وزیر H6 کیش و این بازی با تکرار حرکت مساوی میشه. این بازی یک بازی در حقیقت
نمایشی بود که برای اولین بار 2 قهرمان جهان، البته این که میگم 2 قهرمان جهان در حال حاضر توی مسکو 1914 لاسکر 20 ساله که قهرمان جهانه، اما آلخین 13 سال بعد قهرمان جهان میشه و این دو رویارویی، این در واقع رویارویی اول این 2 قهرمانه. و کسانی که واریانت اسکاتلندی بازی میکنید یا میخواید برای آینده انتخاب کنید یا واریانت 4 اسب میخواید بازی کنید، این یکی از شاخه‌هاییه که دونستنش براتون مناسبه و خوبه که جزو بانک اطلاعاتیتون قرار بگیره این شاخه. امیدوارم از این بازی لذت برده باشید. خدا قوت تا ویدیو بعدی.